با سلام و وقت بخیر خدمت شما. اینم از منظره زیبای تالاب دریاچه پریشان. دریاچه پریشان واقع در ضلع شرقی شهر کازرون قرار داره. طبیعت زیبای دریاچه پریشان. اینم از گاوای محلی روستای نرگسزار هست. جمعیتی زیاد از گاوای قدیمی، یعنی گاوایی که با نژاد گاوای بومی این منطقه بوده و هنوز اصالتشون حفظ شده. این گاوها، کوهان این گاوا میبینید، ما به این گاوا در اصطلاح بومی میگیم گاوای خودمونی، یعنی گاوای قدیمی. نژادشون اصله و شیرشون کم است، ولی شیر این گاوها هم کیفیتشون بالاست، هم ماست بسیار خوبی داره. الان آوردنش تو دریاچه پریشان برای چرا تقدیم به شما. امیدوارم این فیلم مورد نظر شما واقع شده باشه. روز خوش. خدا نگهدار. نترس، وایسام میخوام فیلمت بگیرم. ماشاءالله ماشاءالله. کیف کنید سه خود.